اگه تو شرایط بدی هستی این پیغام از سمت خداست. چند ثانیه میخوام از قرآن برات بگم وقتشو داری. وقتی یک برگ بی اذن خدا از درخت نمیفته. پس تو هم بی دلیل این پست رو ندیدی زمانی که تو حالت خیلی بده و تو مشکل گیر کردی. نیاز به کمک خدا داری. خدا از تو قرآن 4 تا پیغام برای تو داره. 1 نترس که همیشه من باهاتم، تو رو میبینم و تو رو میشنوم. 2 خدا میگه نذار حرفهای اونا تو رو ناراحت کنه، من حواسم به تو هست. 3 خداوند میگه من تو رو به اون چیزی که میخوای میرسونم و هیچ کس نمیتونه مانع من بشه. 4 خداوند میگه من میدونم چی توی قلبت میگذره. تو فقط به من توکل کن. برای 1 بارم شده به خدا توکل کن و این نوشته رو جدی بگیر و فکر نکن همینطوری شانسی و یهویی اینو دیدی. مخصوصاً تویی که تا اینجا پست رو نگاه کردی. از اون دل بخشنده ات